سلام بیننده عزیز، امید که همگیتون جور و صحتمند باشین. در این ویدیو میخوام براتون یک دو تا ای آی دتکتور معرفی میکنم. ای آی دتکتور ها چی هستن دوستان عزیز؟ اما قسم که هوش مصنوعی بسیار کارهای مشکلات ما شما را حل میکنه. اما قسم مفید است و اما قسم میتونه ضررهای خودم داره. مثلا در مکاتب یا در پانتونا بسیاری از مردم ها یا تقلب میکنن یا مثلا نقل میکنن. به او اساس بعضی ای آی دیتکتورها برآمده که اگر کسی مثلا نقل میکنه یا در امتحان یا مثلا در نوشتن کدام مقاله پاراگراف یا هر چیزی، اینجا ای آی دیتکتورها صرفتا مشخص میسازه که آیا انسان نوشته کرده، توسط انسان نوشته شده این متن یا توسط ای آی نوشته شده. پس میتونم که در این ویدیو براتون نشان بدم و شما هم میتونید ازش مستفید شوین، بخصوص استادا اگر در پانتونا یا در مکاتب یا در جای. بسیار مفید است، میتونن که اگه باش آشنایی داشته باشن بسیار کمک میکنه باشن و اگر کسی نقل میکنه میتونن کره گیر کنن. پس زیاد پرافی نمیکنیم، بریم طرف ویدیو. دوستای عزیز اینجا پس بریم دوستای عزیز به چت جی پی تی میگیم که یک مقاله برامون نشر کنه. ما اینجا برش نشر کردیم که یک پاراگراف نشر کرده برای افغانستان 80 بار. صبر میکنیم. خب اینجا نشر کرد برام دوستای عزیز. این وقت ما کپی میکنیم. اینجا وبسایت از به نام زیرو جی پی تی، این نامش از دوستای عزیز قسمی که میبینین دیجا مین. فقط اما مطلب پیست میکنیم دیتکت بر ما نشان میده دوستایی که 100% میگایی توسط ای آی نوشته شده. همین قسم یک تا دیگه وجود داره با نام کوئل بود میگه. بسیار یک وبسایت خوب است، بسیار کارا رو میتونه بکنه بر ما. خب فعلا ما میخوایم در مورد دیتکشن گپ میزنیم. در اینجا پیست میکنیم و دیتکت میکنیم. میگه چند چیز دیگه هم نوشته کن. اوف خبش چون میگه 100% از هوش مصنوعی استفاده شده و نوشته انسانی نیست. و چه قسم انال معلوم کنیم که راست میگن یا یعنی. در اینجا ما یک متن خودمان نوشته کردیم دوستای عزیز. این متن من کپی میکنم با سی. به اول میریم سر زیرو جی پی تی، اینا یک نوشته کردیم ایرا رخصت میکنیم و متنی که ما نوشته کردیم ایرا دیتکت میگم. 0% AI detection میگه دوستان عزیز. اینو ببینید your text is human written، یعنی متنی است که خط به خط خودم نوشته کرده. میبینید یعنی میبینید چقدر اساس هستن اینا. میایم سر وبسایت دیگه. در اینجا میایم گیر پاک میکنیم. یس مقاله که خودم نوشته کرده میره میخوایم دیتکت کنم. ببینید دوستان عزیز میگه 0% از AI هیچ استفاده نشده میگه. دیگه دوستان عزیز همین قسم چندین وبسایت دیگه هم وجود داره و شما میتونید که ازش استفاده کنین و در جایایی که مثلا کسی استاد است یا در یگان جای به درتان میخوره، میشه که معلوم کنین اگه یگان تا از ای آی استفاده میکنه دفتن میفهمین. مثلا حتی بیخی در یک جای در یک کامنت هم یک کس نوشته کنه میتونین کوره در اونجا برین اینجا بردین معلوم میشه که کی از ما از خود نوشته کرده و کی کپی کرده. خب ای از کوئل بود اینی وبسایت است و دیگه هم از زیرو جی پی تی اینی نامش است و امثال از این دیگه وبسایت ها هم است. خب میگم همین تو آسان است، نه پیسه میگن این چیز میگه رایگان است دیگه. از خاطر از می یگان استفاده میکنم. خب خوب کار میده دوست عزیز. دیگه ویدیو امروز این بود دوست عزیز، فقط اما خدا رو میخواستم براتون بگم دیگه. امید که جور صحتمند باشین تا دیدار بعد. خدا نگهدار. سلام علیکم.